یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. یعنی چه؟ یعنی این کارزار تمام نشده است. کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی، این کارزار ادامه داره. انی سلم لمن سالمکم، با هر کسی که در جبهه شماست من خوبم. حرب لمن حاربکم، با هر کسی که با جبهه شما می جنگه. این جنگ اشکال مختلفی داره. در دوران شمشیر و نیزه یه جوره، در دوران اتم و هوش مصنوعی و امثال اینها یه جوری هست، ولی هست، تمام نشده نیست.